خب مرتضی آماده با هم بریم تو حیاط بازی کنیم؟ سفر به سلامت. مرتضی بدبخت چرا اینجوری شد؟ له شد مرتضی لوی اوسا بده منم بکنم. تو همون اول میخوای ببین همه رو سلام بابا خدا. من از 11 سالگی میخوام برم هاگوارتس. بالاخره میتونم برم هاگوارتس. بچه‌ها شما دارین چند دقیقه اینو میبینید؟ من لویوسا. کل زندگیم بعد با این بچه بودم خجالتی و مثلا اینا بودم. الان میخوام اینجوری باشم. سلی هری پوتر رد میشه از جلو. مطمئنم اولش فقط میمیری. من بازی میکنم به تو. تو جادو هم بزنی. بهش میگی جادو زدن بعد میخوای بازی کنی؟ نامته 20 سالی منتظر اینم تو بگین ساعت. داشتی میخوندی؟ میتونی نزنی چیزا رو جلو؟ میشه من خودم درست کنم؟ قسم به ریش مرلی. چرا خشن‌تر از این چیزی که فکر می‌کردم. منتلی راست. میمردی خیلی باحال میشد. درود بر یاران زلال دلم. خانه اول هیچ قانونی نیست. بیا تو یه دونه برف من بزن. عجب بی‌جنبه‌ای هستی کیمی. بگو میالن ضعیفه. بگو سگو جیش کردن رو این برفه کیمی. آقا یه دقیقه بیا نزنیم هم دیگه رو. خب تمام وجودم شده برف کوروش بی جنبه اسکل. تو برف بازی که حق شدی. هر کی برگشت دگمه دوربینو زد. من خیلی چابکم میدونستیم. روی با جرزنی بردیم مثل یک میالندی. مثل میالندی واقعی. وان بی وان میزنیم هر کی برد اونی که رو اضافه کنه. من بردم ابرات رو رنگ میکنم. من بردم چی ابرات قرمز. رو رنگ میکنم. چی نیست؟ فشار داره بریم. من میخوام بازی کنم. من در آستانه بردم. بابا بمیر دیگه چرا نمیمیری؟ ببین بد نیست اصلا، یعنی اصلا چیزی نیست که ازش ناراحت باشی. شاید بیشتر این دیده شه اون وقت. 3/4 صورتم ابرومه. خب مضحکه مردم آخه. میشم. گذاشتم ببری دیگه. از این صفحه یه عکس بگیرین. آخرین بارایی که ابروی منو با این شکوه و قدرت داری میبینی.